فوبیا چیست؟ فوبیا ترس غیرمنطقی از شی یا موقعیتی خاص است که منجر به اضطراب شدید می شود. در حقیقت نوعی ترس بیش از حد و غیرمنطقی که موجب حملات عصبی و باعث بروز مشکلاتی برای فرد می شود را فوبیا گویند. این ترس می تواند به قدری طاقت فرسا باشد که فرد ممکن است تمام تلاش خود را برای اجتناب از منبع این ترس انجام دهد. این یک ترس ناگهانی و شدید بوده و چند دقیقه طول می‌کشد و زمانی اتفاق می‌افتد که خطر واقعی وجود نداشته باشد. ریشه این ترس معمولاً در تجربیات کودکی یا اتفاقات بد زندگی است. به طور کلی، افراد بسیاری ممکن است به فوبیا و ترس از موقعیت‌ها و شرایط گوناگون دچار باشند و این ترس به صورت پایدار در آنان وجود داشته باشد. بهتر است بدانید که در برخی موارد ممکن است فرد به فوبیا مبتلا باشد و ترسی عمیق و عذاب‌آور را تجربه کند. این مسئله می‌تواند در شرایط گوناگون مشکلات بسیاری را برای فرد به وجود آورد و فرد را پریشان و مضطرب کند. فوبیا می‌تواند سبک و شرایط زندگی افراد را تغییر داده و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. زیرا که این ترس می‌تواند در همه شرایط بروز کرده و فرد را دچار مشکل کند. همچنین لازم است بدانید که افراد مبتلا به فوبیا اغلب در قسمت دیگر زندگی خود مشکلی نداشته، اما در هنگام مواجهه با ترس خود دچار علائمی می‌شوند. علت ابتلا به فوبیا عوامل بسیاری در بروز فوبیا نقش دارند و از علل شایع بروز آن میتوان به عوامل ژنتیکی اشاره کرد. یعنی ممکن است که در سابقه زندگی خانوادگی فرد این علائم و اختلال فوبیا وجود داشته باشد. همچنین فوبیا میتواند ریشه در کودکی فرد داشته باشد. یعنی فرد به علت برخی از اتفاقات در دوران کودکی خود دچار ترس بسیار شدید شده باشد و این مسئله در آینده موجب بروز فوبیا شود. چنان ترس در ذهنش باقی میماند و فرد نسبت به هر اتفاق مشابه ترسی شدید را تجربه میکند. فوبیا انواع مختلفی دارد که در ادامه به بیان آنها می‌پردازیم. کلاستروفوبیا یا ترس از فضای بسته. ترس از فضای بسته یکی از انواع فوبیا است که در طی آن فرد در اثر قرار گرفتن در فضای کوچک و بسته دچار حملات عصبی و اضطرابی شده و ترسی بیش از حد دارد. ترس از محیط‌های طبیعی. به طور کلی در طی این فوبیا فرد دچار ترس شدید در محیط‌ها یا پدیده‌های طبیعی مانند ترس از رعد و برق، طوفان و ترس از آب می‌شود. این فوبیا می‌تواند اغلب مشکلات بسیاری را برای فرد به وجود آورد. ترس از حیوانات. در فوبیا یا ترس از برخی حیوانات نظیر مار، عنکبوت، ماهی و غیره، فرد در هنگام مواجهه با حیوان دچار ترس شدید و برخی اختلالات می شود. آگورافوبیا یا ترس از مکانهای باز و وسیع. ترس از مکانهای باز یکی از انواع فوبیاست و در زمانی که فرد در یک محیط باز قرار دارد که نمیتواند از آن خارج شود سراغ وی میآید. علت نامگذاری این نوع از فوبیا ریشه در کلمه آگورا در زبان یونانی دارد که به معنی یک میدان بزرگ میباشد. افرادی که دارای این نوع از فوبیا هستند معمولاً از قرارگیری در جمع‌های بزرگ و مکانهای عمومی اجتناب میکنند. افراد زمانی که به این نوع از فوبیا دچار می‌شوند، هنگام مراجعه به مکان‌های عمومی و بزرگ مانند بازارها دچار حمله هراس می‌شوند. حمله هراس به حمله ناگهانی گفته می‌شود که همراه با نوعی ترس و وحشت زیاد رخ می‌دهد و برای چند دقیقه این حالت وجود خواهد داشت. گاهی این علائم به حدی شدید هستند که گویی فرد دچار سکته قلبی شده است. علائم این وحشت زدگی عبارتند از تپش قلب، لرزش بدن، سیاهی رفتن چشم و بیهوشی و مشکلات تنفسی.
زمانی که یک فرد به علائم حمله هراس دچار می‌شود، تصور می‌کند که سکته کرده است. این فرد لازم است هر چه سریعتر به بیمارستان منتقل شود. فوبیای اجتماعی یا اختلال اضطراب اجتماعی. فوبیای اجتماعی که به آن اختلال اضطراب اجتماعی نیز گفته می‌شود، نوع خاصی از فوبیاست که در آن فرد نسبت به قرارگیری در محیط‌های اجتماعی دچار مشکل است و در کل در اجتماع گوشه‌گیر و منزوی است. اضطراب اجتماعی ممکن است به قدری زیاد باشد که باعث شود فرد نتواند حتی فعالیت‌های خیلی ساده مانند خرید کردن یا پاسخ به تلفن‌های زیاد را انجام دهد. افراد با فوبیای اجتماعی نمی‌توانند به راحتی در اجتماع حضور داشته باشند. گلوسوفوبیا یا ترس از سخنرانی عمومی. در این نوع از فوبیا، فرد نسبت به انجام سخنرانی در حضور جمع فوبیا دارد و از اینکه در مقابل افراد زیادی صحبت کند احساس ترس می‌کند. این افراد حتی زمانی که تصور انجام این کار را می‌کنند نیز دچار استرس و لرزش بدنی می‌شوند. آکروفوبیا یا ترس از ارتفاع. این افراد از قرارگیری در ارتفاع مانند روی پل یا پشت بام و غیره دچار نوعی ترس و وحشت می‌شوند. این نوع از فوبیا خود را با لرزش پاها، سرگیجه و علائم اینچنینی نشان می‌دهد. گاهی ممکن است در مواجهه با این شرایط فرد از هوش برود. آویاتوفوبیا. این نوع از ترس مربوط به پرواز است و فرد از قرارگیری در هواپیما یا هلیکوپتر به شدت می‌ترسد و اصلاً قادر به سفر با این وسایل نیست. دنتوفوبیا یا هراس از دندان پزشکی. در این نوع از فوبیا فرد نسبت به مراجعه به دندان پزشکی ترس دارد و برای سلامت و بهداشت دهان بسیار مضر است. این نوع از فوبیا معمولاً ریشه در گذشته فرد دارد یا ممکن است خاطره‌ای تلخ از دندان پزشکی سبب آن شود. هموفوبیا یا خونهراسی. هموفوبیا به ترسی گفته می شود که افراد زیادی نسبت به مشاهده خون دارند. این ترس سبب می شود که در هنگام خونریزی یا گرفتن آزمایش خون فرد دچار افت فشار یا حتی بیهوشی شود. نیکتوفوبیا یا هراس از تاریکی. معمولاً در هراس از تاریکی افراد نسبت به تاریکی دچار ترس شده و این ترس بیشتر در کودکان دیده می شود. اما اگر در کودکی نسبت به درمان آن اقدامی نشود، ممکن است تا بزرگسالی نیز ادامه یابد. اما چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا به هراس یا فوبیا هستند؟ معمولاً هنگامی که در یک خانواده سابقه استرس و اضطراب وجود دارد، احتمال اینکه فرزندان به فوبیا مبتلا شوند بیشتر است. سن و جنسیت نیز می‌تواند در ابتلا به فوبیا و شدت آن مؤثر باشد. برای مثال، در کل دختران بیشتر به فوبیای حیوانات و تاریکی دچار می‌شوند و ترس از دکتر در مردان بیشتر است. تشخیص فوبیا. تشخیص فوبیای خاص شامل سوالاتی مانند وجود ترس مشخص و مداوم است که بیش از حد یا غیر منطقی است که با حضور یا پیشبینی یک شیء یا موقعیت خاص نشان داده می شود. باید یک واکنش اضطراب فوری وجود داشته باشد که ممکن است به آستانه شدت حمله پنیک در مواجهه با شیء یا موقعیت ترسناک برسد. فرد بیمار متوجه می شود که اضطراب بیش از حد یا غیر منطقی است. از موقعیت‌ها یا اشیاء اجتناب می شود یا با اضطراب یا با پریشانی شدید تحمل می شود. این اجتناب یا تحمل پریشانی به طور قابل توجهی با روال عادی، عملکرد تحصیلی یا فعالیت‌ها و نیز روابط اجتماعی فرد تداخل می کند.
علائم فوبیا: فوبیا معمولا ریشه خود را در کودکی می‌گستراند و ادامه یافتن آن و عدم درمان باعث می‌شود فرد در بزرگسالی به فوبیای مزمن دچار شود. برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است علائم فوبیا را بشناسیم تا در صورت دیده شدن این علائم در خود یا اطرافیان به روانشناس مراجعه کنیم. به طور کلی لازم است بدانید که فرد مبتلا به اختلال فوبیا در هنگام بروز آن و قرارگیری در موقعیتی که از آن فوبیا دارد دچار برخی حملات شده و علائمی را دارد که این مسئله می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند. برخی از علائم فوبیا عبارتند از تپش قلب، حالت تهوع، احساس خفگی، سرگیجه، تعرق، فشار خون بالا، ناتوانی در گفتار، تند صحبت کردن، تنگی نفس، دهان خشک، احساس خفگی و درد در قفسه سینه. فوبیا چگونه درمان می شود؟ در حقیقت باید بدانید که درمان فوبیا می‌تواند بر سطح زندگی فرد بسیار تاثیرگذار باشد و کیفیت زندگی او را بهبود بخشد. همچنین لازم است بدانید که برای درمان فوبیا باید به پزشک روانشناس یا روانپزشک مراجعه کنید و پزشک با بررسی علائم و انجام برخی تست‌های روانشناسی از وجود این اختلال آگاه شده و روند درمانی مناسب را آغاز می‌کند. اغلب روانشناسان یا روانپزشکان با روش‌های گوناگون بسته به شرایط فرد و جدی بودن اختلال درمان مناسب را برای فرد توصیه می‌کنند. برخی از روش‌های درمانی عبارتند از تکنیک شناختی، تکنیک رفتاری، تکنیک تعلیمی و تکنیک دارودرمانی. سخن آخر: همانطور که گفته شد، فوبیا انواع بسیاری دارد و فرد با توجه به تجربه‌های شخصی، موقعیت‌های مختلف زندگی، ژنتیک، سن و حتی جنسیت به منبعی از ترس که می‌تواند یک جسم و شیء یا موقعیت خاصی باشد، مبتلا می‌شود. خوشبختانه با پیگیری روش‌های درمانی مختلف که شامل دارو و همچنین تکنیک‌های رواندرمانی است، می‌توان با امید به قطع هراس‌های بیهوده زندگی آرام‌تر و بی‌دغدغه‌تری را برای فرد مبتلا به فوبیا رقم زد.